به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن در زبان آفرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پدران و مادران علی قدر و برادران و خواهران اهل اسلام، من امروز خواستم برای شمایان یک نقل دیگری درباره یک مادر مهربان با نام فاطمه و پسر او یوسف نقل نمایم. این مادر با همراهی فرزندش در یک دیهه خرد زندگی میکردند. وقتی که یوسف 3 سال داشت، پدرش او را با همراه مادرش پرتافته با یک زن 2 فرزنددار از برای حسن 2 روزه او از خانه می رود. بعد رفتن پدر، یوسف با همراهی مادر می ماند. اما دیر نگذشته مادر یوسف از این غمهای زندگی وفات می کند و یوسف یتیم می ماند. اما با امر الهی یوسف عقل پررو و اراده مستحکم و ایمان قوی داشت. از صنف یکم در مکتب همیشه جای اول را می گرفت در تمام فنها و بعداً به ختم قرآن شروع کرد. قرآن را نیز به پررگی حفظ کرده و برابر این مکتب را با بهای اعلا تمام می کند و بعداً به دانشگاه داخل می شود. دانشگاه را در ساحه طب در قله بلند به اتمام می رساند و روزی خبر می شود که پدر او بیمار شده است، یعنی او از پدر خود درک می یابد. اما از برای اون که مهر پدر را ندیده بود می گوید من نمی خواهم که به نزد این خیلی انسان بروم. اما اون شب وقتی که خواب می رود به خوابش مادرش می دراید: فرزند شیرینم، به حرمت خداوند، بهر رضاگی الله تبارک و تعالی برو و از حال پدر خود خبر گیر. این خواب را می بیند و بیدار می شود و می گوید یا الله این چی خواب بود. پس وقتی سحر می شود به خود می گوید یا الله من هم یک بنده عاجزی تویم و در این دنیا من می دارم که شخص بیگناه و بی خطا نیست ولی خصوص من هم. پس بهر رضاگی تو من میرم به نزد پدر و از حال او خبر میگیرم. این را بینید که اون زنی که با 2 فرزند همراه این مرد رفته بود، این مرد را در حال بیماریش پرتافته رفت، یعنی یک نظر هم نکرد. این مرد در کوچه سرسان سرگردان بود و طبیبان او را در راه بازداشته به بیمارخانه برده بودند و در این وقت این پسرش یوسف یکی از طبیبان مشهور و علمدان بود و میرود به نزد پدر و از حال خبر میگیرد. وقتی که به نزد پدر میرود، پدرش یوسف را دیده: برادر، من فهمیدم که شما طبیبی بهترینید، التماس به درد من یاری دهید. یوسف باشد میگوید درد دهنده و دوا دهنده فقط الله تبارک و تعالی است. ای پدر، من اون شخصی هستم که در سن 3 سالگیم مرا با همراهی مادرم از خانه پرتافته رفتی. این مرد میگوید یا الله گناهم را ببخش. من به وسواس شیطان افتاده، به حیله حسن 2 روزه اون زن افتاده، با همراهی اون راه گروز را طی کردم. لیکن وقتی که به سرم تشویش زیاد آمد، وقتی که بیمار شدم، اون حسن 2 روزه‌ای که بود از من جدا شد. اما اون فرزندی که من یک نظر نکرده پرتافته رفته بودم، امروز به نزد من آمد و ما را میخواهد تبابت کند. و یوسف میگوید پدر، من شما را بخشیدم، الهی الله تبارک و تعالی شما را ببخشد.
این را بینید که برادران و خواهران اهل اسلام من، در این روز و زمانه بسیار شدند اون شخصانی که زن و فرزندهای خود را در خانه پرتافته یا با مسافری، درست‌تر با بهانه مسافری به دیگر شهرها کوچ می‌بندند، لیکن در آخر خود به اون نعمتی که ناشکر کرده بودند زار شدند. پس بیایید ای برادران و اون شخصانی که الحال دور از همسر و دور از فرزندان شیرین خود هستید، به قدر هر یک خنده ها و به قدر هر یک سخنی که فرزندان همسر شما میزند شکر الحمدلله گویید، زیرا در این دنیا هستند شخصانی که از خدا یک تا فرزند طلب دارند. شما باشید صاحب 2-3 فرزند هستید و به این ناشکری میکنید. من نمیخواهم که به حیات شخصی یک کس دخل داری کنم و حق ندارم، لیکن من میخواهم که جامعه ما مستحکم شود. به حرمت خداوند ای برادران و خواهران اهل اسلام من، به قدر فرزندهای خود برسین، به قدر اهل خانواده خود برسین، نکاح خود را مستحکم نگه دارین، زیرا این فرزند این میوه عمر شماست. از برای اون زنی که حسن 2 روزه دارد فرزندان شیرین و شکر خود را پرتافته از نزد اینها دور مشوید، زیرا آن دنیا برگردنده است. بار دیگر میگویم که از اون نعمتی که شما در وقت ناشکر کردید روزی با اون زار خواهید شد. این ترازی روزگار است. خیلی که شاید شمس تبریزی گفته است دست بر سوراخ بری از زهر مار اندیشه کن، پای در گل می نهی از زخم خار اندیشه کن، چون شناور نیستی پای بر لبی دریا منه، در میانش غرق مانه از کنار اندیشه کن. پشه از شب زنده داری خون مردم می خورد، زینهار از مردمی شب زنده دار اندیشه کن. سیر خود با یار خود هرچند میتوانی نگو، یار را یاری بود از یار یار اندیشه کن. یعنی پیش از آن که یک کار را شما میکنید اول خوب اندیشه کنید و آخرتون را فکر کنید. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با احترام دوست و برادر شما امید رحمت. الهی الله تبارک و تعالی مهر و محبت ما را نسبت همدیگر مستحکم گرداند، ایمان ما را قوی و اراده ما را مستحکم کند و از راه خطا و از آن فتنه دنیایی و از آن فتنه مال و ثروت در پناهش نگه دارد و پدر و مادر ما و شما را خدا عمر دراز و با برکات و راحت فرزند دیدن را نصیب روزی گرداند.